توی این ویدیو قراره یه روز کامل چوپونی کنی. مگه میشه؟ دامداری چوپونی. قراره شیر اینم بکشم بخوری. بیا شیرمو بخور. زوج چوپون. توی این جنگل فاطمه رو بترسونم. گرگ. امروز قرار من و فاطمه این گلا رو هدایت کنیم ببریم به سمت مزرعه. این کنترل این گلا امروز دست ماست. به نظرت میتونی کنترلش کنی؟ عمرن بتونی. یه 10-20 کن. من یه 10 سالی چوپون بودم. 300-400 تا هستن گوسفند و گلو و میشون. آره. یه 7-8 تایی هم سگ همراهشونه. خر و الاغ و قاطر و همش هم هست. همش دست ما امروز. میگم آقا مجید اینا تو چجوری تشخیص میدی کدوم کدومه؟ از شاخشون گوششون. یعنی همه رو میشناسی الان؟ یعنی اگه یکیش گم شد میفهمی ها؟ کارمون سخت شد. اصلا بلدی که اومدی کار کنی؟ حالا میبینی از چوپونی همینو بلد. خب حالا قرار من چی کار کنم؟ من که بلد نیستم. من بلد نیستم. میترسن. چی کار میکنی؟ بزن فرار میکنم بزن. چه شاخی داری؟ بزرگه. میخوام برم و خره رو میبینی؟ اینو میگی یا اینو؟ نه آخ ببخشید خدا امیره. میخوام برم بگیرمش سوارشم. خب برو اگه تونستی برو. یعنی چیه؟ من کاری داره؟ میخوام خر سواری کنیم. برو. بیا خر نمیفهمه. خر نکن برو بیا. دیگه من نگفتی کاری نداره. بذار ببینم میتونم گولش بزنم بیارمش. یه شکلات بهش بده گولش بزن. خرم احمق که نیستم دیگه. این از تو باهوشتره. نترس. فرار کردن. گرگ که نیستم آدمم من. گرگی. خره قهر کرد نمیاد هر کارش. اینو من ول نمیکنم. اینا فرار میکنن ها. خرم را گرفتن و خواب و خوراک ندارم. قطره قطره جمع گردد وانگهی در. ربطی نداشت ولی خب قشنگ میشه. هری. زوج چوپون. ما چوپونای خوبی هستیم. خیلی. سوختم. من فکر میکردم چوپونی میشینی راحت کنار گوسفندا لذت میبری. میشینی همش باید بدوی. چی میخوری؟ به تو چه میخوری بفرما. چه حال و هوای خاصی داره. وایسا یهو باید بپری روش. صبر کن. چه گولیه. بیا عزیزم. همون ولم کن. یه جیگری من. گاز برمه. همه برای چی کار میکنی؟ این چه شاخی داره؟ میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنم؟ به کدوم بگم آره کدومی رو جواب کنم. خب حالا دیگه نگاه مال خود چوپونی اومد دستم. دیگه خودت میدونی باهاش چیکار کنی دیگه. باید اینجا کنترلشون کنم هدایت کنم که تو زمین اینوری نرن. بچه‌های خوبی هن حرف خودشون هم میفهمن ها. وایسا گاز برمه. خر بیشور کجا میری؟ بزن اونا رو بزن بیان اونور. کنترل گرفتم دست. آقا چوپونی میکنم روزی 1 میلیارد. به منم بده. وای دارم خفه میشم توی گرما. نگاه حال و هوا خیلی خاصی داره با حیوونا بگذرونی یه روز. واقعا شغل سختیه. کجا؟ یاخ. یکی منو بگیره. شد. این فرمونشه درسته؟ نفرین خدا بر تو بار. برو ایوه. یه دفعه خر شدم بسه. ایوه. خفه شو بابا. برو. حالا چیجا؟ وایسا یواش. برو. حرکت کن. محکم بزن. دردش میگیره. بله. که راه نمیره. بچه‌ها به خاطر این خر خوشگل عزیزم ویدیو رو لایک کنید تا بریم برای چوپونی. سگ. وای همین الان میگیرمون. در بیار صداش. آروم. آفرین رفت. آفرین نگاه چه حرف گوش کنه. بیشتر میفهم. چه بیشوره. خرم. ببینی من اینجوری هدایت میکنم. چجوری هدایتش کردی الان؟
از دورش دارن با خر میگردن. چه ببخشید چوپون اولاق این بدش میاد بهش بگی نگاه خر با کلاس و تمیزیه میبینی؟ مگه همین الان نگفتی بدم میاد بهم بگی خر اولا؟ قاطر چیه؟ اسب و خر میشه قاطر با هم دیگه چیز که بکنن میشه قاطر تو قاطری خوبه همینجا وایس میبینی چقدر حرف گوش میده؟ میدونی چرا برو کنار لگد میدونی نست. چرا حرفتو گوش میده؟ چون شبیه خودت دیگه این همانند نه چون شبیه توه تو حرف منو گوش چه میدی اینم ربطی داره؟ خب من زبونشو خوب میفهمم چون تو رو خوب میشناسم میتونم هدایتت کنم بیشون خانوادگی اومدیم چوپونی هم بچه‌ها به افتخار این خانواده چوپان لایکو بزنید لطفاً مرسی دمتون گرم به خاطر این خر عزیز لایک کنید به خاطر من لایک نمی‌کنید به خاطر این خر لایک کنید بنزین گرون شده داره گرون میشه یعنی خب میخوام اینو ببرم جای ماشین تو سوار میشینی پشت سرم برو ببینم من زبون اینو نمیفهمم رفتن تو زمین مردم بودو بی ادب بله. چوپونی رو میسپارم به تو بچه ها ببینیم من چوپونی بهتریم یا فاطمه آشا ایرم خورد آشا هری چته؟ سرم دار میکنه مال آفتابه هم بیخیال میشی یا نه؟ تو هم این سگا میبینی دور تو دورش دارن نگهبانی میدن تو هم میتونی اینجا باشی برای این سمت بیشون کاش میگم یکم شیر اینا رو میگرفتم شیر میدوشیدم میخوردم نمیخواب بدوشی برو زیرشون بخواب ببک برم سخت واقعا هر شغلی سختی خودشو داره وای امیر چوپونی واقعا شغل سختیه به نظرت چی میچسبه الان؟ پیکن نون آبدو خیار خوشمزه میچسبه نه؟ ماست میش باشه ببین صدات دارن میزنن خستم باشو بریم دیگه فاتی چه؟ گرگ بودو فرار تا گرگ دارن میان بودو واسه گلای مردم چی؟ بود بلش کن بیرون میگیرتمون فاتی نه فکر نکن سگه این همه دویدیم سگه؟ من فکر کردم گرگ از دور شکل گرگه برو سوار نیسون نشده بودیم که این هم به لطف تو شده اینجا باید بشینیم؟ نه فرو کله من میشه واقعا زندگی روستایی و مزرعه داری خیلی باحاله قبول داری؟ خیلی خوب بود باید که خسته شده آهوی دارم خوشگله فرار کرده ز دستم دوریش فرام چه مشکله کاشکی اونو فاتی بچگی ها میدونی سوار نیستون میشه چی کار میکردم؟ میرفتم از اینجا میرفتم پایین این میچسبیدم چی کار میکنی؟ بچه ما به دلیل ناک اوت شدن برگشتیم به طویله با ماشین واقعا دیگه خیلی خسته شد خیلی خسته حالا میخوایم بریم تو بود طویله کلی کار داریم سلام خسته نباشید امشب میخوایم اینجا دوغ بگیریم کره بگیریم کشک بگیریم سگ رو نگاه کن خور سگه پیاده شیم به نظره الان میگیرتمون بیا منو با گاری ببر من میترسم از سگا بیا سلام جیگر خوبی؟ بریم یه دور بزنیم با هم یه اسب رو میخوام بخرم بچه چطوره؟ ببینم معاملمون میشه یا نه چندی؟ 30 تومن بچه اسب خریداری شد 30 تومن خریدم چی؟ مفتم میخوام ببرم به شیر خودت برام میاریش تا شیراز؟ تو حیات میارمش داخل شب میخوام پیش خودم بخوام رو تخت بخوابونش ببخشید این نره یا مادن؟ مادن به در نمیخوره نه به در تو خوره قاطر این قاطر ایه ها یابو یابو ترکا میگن یابو
بچه این یابوه. آقا قاطر ما خر تیمو از بچه به نظرتون این نره یا ماده است این قاطره؟ میخوام یه اسم خوشگل بذارم روش، شما پیشنهاد بدید تو کامنت ها چه اسمی بذارم روش که لایق این اسب عزیزمون باشه. اسم باوقار بذارین روش. میبینید چه اسبیه؟ وای چه باله. وای وای جیگرش. اسمش چیه؟ گردو. چرا چیه داخله؟ گردو؟ چته گردو؟ منم آروم باش گردو آروم. بچه ها میخوام برم داخل شیر بدوشم. بلدی؟ شیر بلد نیستم ولی سعیمو میکنم یاد بگیرم. وای چه باله. خب میخوان کجایی؟ حمله کنن. چشونه اینا؟ کجایی؟ اینجام. وای چه باله. بی تربیتن کار بد دارن. چه کوچولو. وای چه باله. بیا بغل من. بیا بغل جیگر من. بپر بالا. آفرین پسر. دندون نگیر دیگه. تک چرخ میزنه. میخوام شیر این میگن خیلی خوب شیر داره. میخوام شیر اینو بدوشم. من نرم. نه میگن این نره نداره. میخوای بدوشی بیا تعارف نکن. برای شیر میخوام اینو پر کنم امشب کرش هم بگیریم. کجان شیرش؟ اما الان موقع کارا نیست. بیبه همین الان داره شیر میخوره. من میخوام شیرشو بکشم. وای برو بابا میترسم. برو بیا ایوه. من میترسم. چوپونی میبینی چقدر سخته؟ وای تو رو خدا ببریم بسته دیگه. این خیلی شیرینه. جیگر چی کار میکنی؟ سپر انسانی. کجا چی پسونه؟ ایوان پاکتیست خب بباره بیرون. این کجا این پسونش؟ ای دیدمش. بکش. چی جوریه؟ بکش. نمیاد. وای آهنگ براش بلد بکنی. تو؟ شیر چی جوری میکشه؟ این آهنگ قطع رو صداش در بیار امیر. چی میگه؟ چی میگه؟ میخوام برم داخل. تیکه پارم میکنن میگن اینا وحشیه. این میگن خره میزنه بدجور. هر کسی هم زده کلا عقیم شده. ببینم میتونم بگیرمش یا نه. غلط کردم. دیگه گو نخوری ها. خب سبزی محلی هم بچینیم برای شام امشب. ریحون به به عجب ریحونیه. عجب ریحونی به. چیه؟ ای فلفل. من عاشق فلفلم. ریحون آبی. بچه به نظرتون تنده یا نه؟ میخوام بخورم. یا خدا شیرینه. شانس آوردم. به ای بادنجون. چه حال و هوای خاصی داره اینجا. چیای محلی خیلی باحاله. امشب میخوام توی این جنگل فاطمه رو بترسونم. خودش خبر نداره. میخوام پرنکش کنم. یه چیز سفید دیدم اینجا. این کیه؟ آقا سجاد توی دهن سرویس. میگم بیبریم تو وسط باغه. خب یه درختی هست خیلی بالا. یادم رفت نشونت بدم. توی تاریکی کجا میخوای؟ چی میخوای نشونم بدی؟ درخت یادم رفت نشونت بدم تا روشن بود هوا. حالا چجوری بریم نشونت بدم باله. کجا میخوای بری الان؟ یه درخت نشونت بدم. ندیده بودم همچین درخت. الان کجا میخوای بری؟ نه همینجا. چی میخوای نشون؟ کجا میگم میخوای که یه بری؟ درخت خیلی بالی بود همینجا. اینو وسط همینا. شب نمیبینم درخت چه فرقی گفتم داره؟ حالا تایی همه رو آمدیم اینجا ببینیش. صدای پا اومد. صدای پا اومد. وایسا. این صدای پایی داره میاد اینجا. چی بود؟ چیه؟ چیه؟ بدو نخوری زمین. آروم باش. دیدم به خدا جن بود. نمیدونم چی خدا بود. جن بود. من دیدمش. مطمئنی؟ منم یه چیز سفیدی دیدم. نمیدونم حیوان بود. نه داره میاد. پاچه داره میاد. فاطی
سجاد بود دیوانه. زهر ما به من شما مسخره ماهو ببین شور خیلی بی سرم داره میتره.